السلام علیکم خوانندگان محترم. ما با همراهی شما امروز دوام درس فیزیک را سر میکنیم. درس گذشته ما با همراهی شما قواعد فیزیک گپ زده بودیم. گفته بودیم که فیزیک ما که در مکتب میخوانیم از 5 قسم اساسی عبارت است. قسم یکمی فیزیک قسم مکانیک، قسم دومی فیزیک قسم مولکولری، قسم سومش قسم الکتریک، قسم چهارمش اپتیکا و قسم آخرانش اتم. یعنی قسم هست. همین قسم ها فیزیک عبارت است. ما هم همین قسم ها در وایسته از صنف 7 سر کرده تا صنف 11 در مکتب میانه قسمت های فیزیک را می‌آموزیم. در قسم یکمی فیزیک که ما در آن آموزش را سر کردیم، این قسم مکانیک است که از صنف هفتم با آن ما شناس می‌شویم و یک چند تا کارهای لابراتواری هم در آنجا دیده می‌بریم. یکمی ما شما قطعی درس بیشتر گپ زده بودیم درباره فرمولا گپ زده بودیم درس گذشته. یعنی فرمولای اساسی که باز ما قطعی شما یکم فرمولی که در فیزیک می‌آموزم این فرمولای سرعت است. فرمول سرعت رو در نمود زیری می‌نویسم: و برابر s تقسیم t. یعنی ما این فرمول را اگر ما قوس ننویسیم، این فرمول نویسیم، نه فرمول می‌نویسم، اینجا می‌نویسم سرعت. فرمول سرعت. وقتی که درس گذشته ما با همراهی شما گپ زده بودیم، گفتم که در این فرمول سرعت حرف‌های گوناگون نوشته شده است. ما باید دایر به هر یک حرفی که در اینجا نوشته شده است معلوماتی. انک ما باید بدونیم که حرف و این چی است؟ این سرعت است. سرعت. اس مسافه یا راه. فرمول مسافه یا درازی راه. خب ت این وقت نوشته میشود. هر یک کدوم همین واحدهای خود را دارد. یعنی در چخیلی که گفته بودیم، ما گفتیم که وقت واحداش نامگیر کردیم، سر کرده وقت پایان ثانیه سر کرده تا کیلو و وقتی سال گفته گذاشتیم. وقت در سیستم حساب کنی سی واحد این ثانیه است. ثانیه رو حرف اس می‌نویسن. اس یعنی ثانیه، واحد این ثانیه است. اکنون واحد مسافه خیلی که شما گفتیم میلیمتر سر کرده بودیم، گفتیم که واحد وای متر است. واحد سرعت در این مورد می شود متر تقسیم ثانیه. یعنی واحد اساسی در سیستم بین‌الخلقی سی. یعنی ما در سیستم بین‌الخلقی سی اگر نویسیم، ما همین واحد رو همین نمو می‌نویسیم. من گفته شدم باز با شما میرسونم که از روی اون نوشتجوتایی که ما شما قطعی در تخته سیم نوشتیم، واحدها رو ما یک سیستم به سیستم دیگر می‌بریم. اینکن ما واحد همین یک مسئله کار می‌کنیم. بگذار مسئله ما نمودی ذهنی باشد، مسئله را اول از شرطش سر کرده ما می‌نویسیم. شرطش این نمیشه بگذار پسر بچه از خانه به مکتب که مسافه 2 کیلومتر رو تشکیل می‌دهد. در 4 دقیقه طی نماید. سرعت حرکتی
پسر بچه رو یابید. اکنون از شرط مسئله که ما در ما نوشته شده است، ما باید که مسئله را از شرط خانه شرط پوره رو از شرطش داده شده است ترتیب داده مسئله را حل نمود. اکنون می‌بینیم که در شرط نوشته است که پسر بچه از خانه با مکتب که مسافه 2 کیلومتر تشکیل می‌دهد در 4 دقیقه تعیین نماید. سرعت حرکت پسر بچه رو اکنون نو بسته از اون که معنی جمله نوشته شده بعضی موارد تغییرات داره، ما تغییر راست که ما ممکن شکل دیگر شکل نمیشه. از این خودش معلوم شود که در اینجا بیزو پسر بچه از خانه به مکتب مسافه 2 کیلومتر گفته شده است. همین 2 کیلومتر که در اینجا موقعیت نشان میده همین مدل لازمه. برای ما بالا می نویسیم داده شده است، می نویسیم پایان می نویسیم از بس که 2 کیلومتر این مسافه اس است، ما اینجا اس می نویسیم اس برابر 2 کیلومتر می نویسیم. اکنون سخن آیندهش 4 دقیقه یا پایان 4 دقیقه نوشته. 4 دقیقه این وقت رو نشان میده. از بس که وقتی ما تی است ما تی را می نویسیم 4 دقیقه. این دقیقه می نویسیم. اکنون نوشتیم. اکنون این دو تا نوشتیم. پایانش می نویسیم که یافته شود سرعت و است. و یافته شود. اکنون وقتی که مسئله را نوشتیم مثلا با طرزهای گوناگون حل کرده می شود، لیکن جواب یک نمود برآورده می شود. برای ما میتونیم که در خود شرط مسئله وایدو را دسته مسی گردونیم. میتونیم که یک عبارت حل در حل وقت که ما حل مسئله را اجرا میکنیم در حل ما همین کار را در همینجا انجام میدیم. کدام حالتش که شما میکنید خطا نیست. یعنی ما پیش از آن که حل کنیم می نویسیم که مسئله با واسطه فرمول زیرین حل کرده می شود S تقسیم T. یعنی ما فرمول را می نویسم. وقتی فرمول نوشته اپایون فرمول اثر نو می نویسم S تقسیم T. با جای فرمول قیمت گذاری میکنم. با جای S 2 کیلومتر ما می نویسم 2 کیلومتر. با جای T 4 دقیقه است ما می نویسم 4 دقیقه. اگر من طرز دیگری کار را با انتخاب میکردم اونگاه من در اینجا 2 کیلومتر رو با متر میگردم 4 دقیقه را با ثانیه میگردم می نوشتم. اکنون وقتی که اینو نوشتم من همین دو را می نویسم می ایستاد و کیلومتر را نگاه میکنم. کیلومتر در متماتیکا 1 کیلومتر این 1000 متر است. اینا ما میدونیم 1 کیلومتر از یعنی من با جای 2 را می نویسم با جای همین کیلومتر می نویسم 1000 متر. 1000 متر. اکنون 4 دقیقه 4 رو می نویسم دقیقه. اکنون 1 دقیقه ما 60 ثانیه است. 60 ثانیه. من 4 رو می نویسم ضربی 60 ثانیه برابر. اکنون اینجا 2 رو به 1000 ضرب میکنم می شود 2000 می شود. اینجا 4 را به 6 ضرب کنم 24 یعنی 240 می شود. من همینجا ضرب مونده واحد جدا میکنم. در صورت من متر است می نویسم، در مخرج ثانیه است می نویسم. برابر. اکنون اینجا 2000 را با 240 تقسیم کردم در کل. من اگر 2000 را با 240 تقسیم کنم 2000 را ما اگر با 240 تقسیم کنم این میرسد فرض کنیم 7 ضرب کنم اگر 1400 می شود. 7 کاره 4 32 1700 یعنی کمتر شد. من 8 میتونم ضرب میکنم. 8 کاره 0 8 کاره 4 32 3 داریم 2 کاره 8 16 3 داریم 9 1920 می شود. اگر ترک کنیم اینجا 80 میموند. 80 میموند اگر 80 میموند. اکنون 80
تقسیم کردن در کل میشد. من 80 نمیرسد نول میتم جه ویرگل جدو میکنم 800 میشد. 800 این اگر 3 تیم 3 کره 0 میشود 3 کره 4 12 2 1 باید 6 720 با 80 میموند. بینید اگر همین 3 رفتن میگیرد برای این من همینجا علامتی تخمینی میمونم میرسم که 833 متر تقسیم ثانیه. اینجا جواب من میتونم که یگلوخ کردن هستم که جوابی مثال مو و برابر میشه با 833 متر تقسیم ثانیه. یا که من میتونم که جواب یگلوخ کرده 8 متر ثانیه نویسد. یعنی مو از در شما حل کرده توانستیم که در فرمولای بلگی گذاشتیم و حل کردیم که سرعت ما با چه برابر است. اکنون از همین فرمولایی که ما شما قطعی نوشتم حاضر من از مسئله را پاک میکنم دومی کارا می‌نویسم که ما در یک مسئله عادی که شما حاضر نوشتید میتونید که همین برای که فرمولا شما از یاد شود و شما یک موید با موید دیگر گردوندن فهمید باید که شما یک علاج کنید که در مسئله باید که فرمولای دیگر بید. یعنی از همین فرمولای نوشته شده که ما در همین تخته سی نوشتیم همین فرمولا ما فرمولای دیگر برمی آید. این فرمولای دیومی که برمی آید فرمولای راه است. فرمولای راه است. یعنی اگر از همین و بینید اگر و اس تقسیم ت است ما اگر اس ایوبیم اس برابر می شود و ضربی ت که این فرمولا را ما قطعی شما در مکتب گذاشته بودیم در ماتماتیکا وقتی گذاشتن در فرمولای رو تای شده را یافتن ما با همین فرمولا یعنی برای شما باید همین فرمولا همین یافتن یعنی اس رو کیوبیم برای اس رو یافتن باید و رو با ت ضرب کنیم. این فرمولای دیوم در اینجا فرمولای سیوم پیدا می شود. یعنی از فرمولای بالا ما باید وقت رو یابیم. برای اینکه وقت رو یابیم وقتی ما برابر می شود اس تقسیم و می شود. این فرمولای پایان می شود. وقتی که شما در ماتماتیکا با حل بعضی مسائل های فیزیکی دچار میشه در اونجا شما باید یک نامعلومه و یک چیز اشاره کنید از همین چیز لحاظ شما میتونید که همین فرمول رو استفاده برده در اونجا معادله حل مسئله رو ترتیب دهید و معادله رو حل نمایید. یعنی ما قطعی شما از یک فرمول سرعت باز دو تا فرمول دیگر رو یافتیم که این معنی اون نیست این فرمول است. فرمول اساسی همین فرمول بالا سرعت است که ما گفتیم فرمول سرعت است. در اینجا ما فقط از فرمول سرعت هر یک بزرگی که در اونجا نشان داده شده است ما هر یک کدومش با شما یافتن نوشتیم. اکنون بعد از اینکه ما فرمول سرعت نوشتیم در فیزیکا باز هست است فرمول سرعت میانه. برای اون که ما سرعت میانه رو یابیم این چه سرعت میانه چی بکنیم؟ سرعت میانه همین و است فقط ایندکس در ام می نویسن این میخونن در فیزیکا سرعت میانه. این چی گفتنی گپ است سرعت میانه؟ سرعت میانه این گفتنی گپ است که همون یک مسافه رو با کدوم سرعت طی میکنند. فرض کردیم که ما قطعی شما سه نمودی حالا گفتیم گپ زدیم مسئله گفتیم در سیاهی که شما قطعی ما گپ میزنیم درباره اون که پسر بچه اخونه با مکتب فرض کردیم در 5 دقیقه میوید گفتیم 5 دقیقه میوید گفتیم پیاده میوید اخونه گفتیم که در 3 دقیقه با ویلسپید میوید در 1 دقیقه گفتیم این وای با автомобиль میوید با автомобиль بیاد. یعنی ما در 3 نمود حل گفتیم. اکنون این معنی اون داشت که ما اگر هر کدوم اینها
نوشته ما که مسافه فرض کنیم خانه اگر برای ما معلوم باشد که مسافه خانه ای که از خانه تا مکتب فرض کنیم اگر 1000 متر باشد 1000 متر باشد اون ما از روی همین 3 تا مسئله ترتیب میدیم 3 مسئله و سرعت میانه هم همین بودگی را حساب کرده میتونیم این سرعت میانه میشه که خیلی که از شرط مثالی درس گذشته آورده معلوم بود گفتیم که پسر بچه خانه که مسافه بین خانه و مکتب 1000 متر تشکیل میکرد اگر پیاده بیاید در 5 دقیقه میاد اگر با ویلسپید بیاید در 3 دقیقه میاد با اتومبیل بیاد در 1 دقیقه میاد یعنی در اینجا 3 تا مسئله میشه و اگر ما باشد که این 3 مسئله را رنگ مسئله درس روز گذشتگیمون حل کنیم اگر وای حل کنیم هر یک کدوم همینده 3 تا سرعت یافتن نکن سرعت یکمش اگر ما بیویم این گفتنی گفت که ما باید که 1000 متر رو با 5 دقیقه تقسیم کنیم 5 دقیقه تقسیم کنیم اینا ما یک تاش حل میکنم اگر 5 دقیقه مو شما چکلی که میدونید 1 دقیقه مو 60 ثانیه است این 5 با 60 ضرب کنیم اگر این میشه 300 ثانیه اینجا 1000 متر این اگر ما تخمینی تقسیم کنیم اگر این 10 تقسیم 3 میشه این 1 بتون 1 تقسیم 3 وصول میشه یعنی 3 بتون 1 تقسیم 3 میشه یعنی این 3 بتون 1 تقسیم 3 متر تقسیم ثانیه میشه این سرعت یکم که باید پیاده میاد یعنی سرعت دیگه‌ش اگر حساب کنیم اگر باید با همین 1000 متر رو در 3 دقیقه می اومده است 3 دقیقه می اومده است اگر 3 دقیقه در این حساب کرده نویسیم این میشه 1000 متر تقسیم این 60 میشه 3 کره 60 180 ثانیه میشه این برابر 180 ثانیه شو اگر این گفتنی گفت که ما اگر اینا تقسیم کنیم با تقسیم کنیم این میشه 100 تقسیم 18 این 50 تقسیم 9 میشه 50 را با 9 اگر تقسیم کنیم 5 کرد 9 45 این 5 بتون 5 تقسیم 9 متر تقسیم ثانیه میشه یعنی این تقریبا سرعت ما 5 کیلومتر اگر 3 میشه ما حساب کنیم اتومبیل قطعی حساب کنیم این میشه با همون 1000 متر رو در 1 دقیقه حساب کنده که میشه این میشه 1000 اگر کنیم 1000 تقسیم متر تقسیم 60 ثانیه میشه یعنی اگر ما 100 با این تقسیم کنیم یعنی 5 حساب کنیم اگر 50 تقسیم 3 میشه این گفتنی گفت 50 اگر واسه 1 تا خب 26 تا 48 اینجا 2 میمونه 2 تقسیم 3 متر تقسیم ثانیه خیلی که با شما معلوم شده است اگر من شما پرسم که از همین 3 سرعتی که ما پسر بچه حرکت کرد کدومش زیاده گپ زنم شما میگید که سرعتی یعنی وای 16 بتون 2 تقسیم 3 متر رو در 1 ثانیه طی میکنه 16 متر با ویلسپید 5 بتون 5 تقسیم 9 متر رو در 1 ثانیه طی میکنه با پیاده 3 متر رو 1 بتون تقسیم 3 متر رو در 1 ثانیه طی میکنه از این معلوم میشه که سرعتی حرکتی همین پسر بچه از همه زیاد 16 بوده است از همه خوردش 3 بوده یعنی سرعت میانه همین اگر که ما حساب کرده شدیم ما اصلا فرم سرعت میانه را همین وقتی نوشتن در فرم سرعت میانه را می‌نویسم و میانه اسی میانه تقسیم ت یعنی سرعت میانه لیکن ما سرعت میانه چیزی که شما متمتیک کرده میدونید ما میتونیم که و میانه اگر روزی گفتنی شما اگر می‌نویسم و 1 جمع و 2 جمع و 3 تقسیم
3 می‌نویسم و یک جمع کردن کن اینجا یک تقسیم 3 را ضرب میکنیم می‌نویسیم و یک ما است 3 بوتون و یک تقسیم 3 جمع و دومون است 5 بوتون و 5 تقسیم 9 و 3 مون است 16 بوتون و 2 تقسیم 3 متر تقسیم ثانیه برابر. اینجا یک تقسیم 3 می شود ضربی این با کسر نادرست گردونیم این 3 کره 3 9 10 تقسیم 3 می شود پیروز این 45 50 تقسیم 9 می شود این گردونیم 48 50 تقسیم 3 می شود متر تقسیم ثانیه برابر. اینجا یک تقسیم 3 دوره می ایستد. این اگر مخرج تیم چهل کشمو می‌بینید اینجا مخرج تیم مخرج 9 می‌شود مخرج اینجا شد 50 60 با 3 20 میرسد 9 کره 20 9 را با 20 ضرب میکنیم 180 میشود جمع 50 180 این 230 میشود اکنون این برابر است این یک 230 می شود تقسیم 3 کره 9 27 متر تقسیم ثانیه. اکنون 230 رو تقسیم میکنیم با 27 تقسیم میکنیم. همین تقسیم کنیم اگر 6 تا بگید که 6 درصد این 180 می شود 186 کره 42 می شود 200 می‌نویسیم 6 کره 42 14 6 کره 12 14 16 این کم شد یعنی من زیاد میکنم 8 تا میتونم 8 کره 7 56 میشود 5 در 16 میشود قطعی 21 میشود 216 اگر کم کنم 14 میشود هر 14 وقتی 14 میشود من 0 میتونم ویرگول جدو میکنم 140 میشود اگر 5 تا تیم 35 این 5 تا تیم 135 میشود با 5 میموند برای همین تخمینی من میتونم که نویسم که 8 از 5 متر تقسیم ثانیه یعنی ما اینجا سرعت میانه را حساب کرده توانستیم که سرعت میانه سربچه در 3 حالت نوشتگی که ما معمولش ما نوشتیم و 8.5 برابر است یعنی وای اگر سرعت میانش در طریق که بود 16 با اتومبیل پیاده 3 و با ولسپید 5 بوده یعنی سرعت میانه با همین فرمول حساب کرده میشه. ولی ما با همراه شما درباره واحدهای دیگری که با ما دچار میشوند کوشش کنیم که ما همین واحدهای دیگر از همین واحد 3 واحد اساسی که ما در اینجا خوردیم که آینده با موضوع دیگر دچار میشیم و در این موضوع ما باز واحدهای دیگر میبینیم از یک واحد به واحد دیگر دروندن باید آموزیم. برای همین بخونه شما همین واحدی همین مسائلی که من کار کردم و فرم و واحدی همین از یاد کنید و با مسائل یکچند مسئله را خودتون نویسید و اون مسئله را حل کنید. اگر در حل مسئله کار میکردیتون یکون دشواری کشید رقم تلفن من در ثبت شدگی در اینترنت میتونید که با من زنگ زنید من شما یاردم میکنم. با دقتتون رحمت با تو درسوی گذشته.